حضرت علی رضی الله عنه وقتی خنجر خورد از دست اون ابن ملجم خارجی، خنجر تو پیشونیش بود، زد پنجه، با این پنجهش زد دسته خنجر رو گرفت، با فزت و رب الکعبه، رستگار شدم به رب کعبه قسم. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم بهش بشارت داده بود تو شهید میشی با ضربه ای که تو پیشانیت بخوره، خون فواره بزنه کل ریش و سینت در بر بگیره، و گفت این ضربه شهادته. پسراشو طلبید، گفت پسرم اگر من موندم زنده موندم خودم میدونم با این قاتلم. خوب دقت بکنید کی این حرفو داره میزنه. ضربه خورده، میگه فزت و رب الکعبه، میگه پسرم اگر من زنده موندم خودم میدونم، گذشت میکنم، عفو میکنم، میبخشم یا قصاص میگیرم. اما وای بر شما اگر من این ضربه خلاص بود و شهادت بود. یک ضربه بیشتر به من نزده، شما هم حق بیشتر از اون ضربه رو ندارید. عدالت به اوجش، اونم در چه جایگاهی، در چه لحظه‌ای که خون کم کم از بدنش داره میره. میگه اگر من رفتم و این ضربه شهادتم بود، این ابن ملجم فقط یک ضربه بر من بیشتر وارد نکرده. حق نداری بیشتر وارد بکنید، حق ندارید انگشتاشو قطع بکنید، ناخناشو بکشید، مسلش بکنید، زبانشو در بیارید، دماغشو ببرید، گوششو ببرید، یک ماه یک هفته بهشون غذا ندید. اینا اسیر شمان. همون غذایی که خودتون میخورید بدید صبحانه نهار شام، احترامشون بکنید. فقط ضربه خلاص یک ضربه. الله اکبر. امروز این عدالت کجاست؟ تو دنیا یافت میشه؟ این عدالت علوی کجاست امروز؟